بله بله خودم. رسید. بله الان میام پایین. خیلی ممنونم. بچه‌ها من دارم میرم پایین بسته تحویل بگیرم و کارگاه واسه من در نیارینا. آها راستی. سلام خسته نباشی. سلام حال شما خوب هستی؟ ببخشید خانم قنبری، من سیبیلام در اومده بود، تیغ تموم کرده بودم برم خریدی که شماره دیدم، معذرت میخوام. تو رو خدا ببخشید. خانواده محترم سلام برسید. عذرخواهی میکنم من تو رو خدا ببخشید. نه قربون شما. سلام خوبی خسته نباشی. این چیه؟ سریع توضیح بده. اون پایین چیکار می‌کردی؟ اینو توضیح بده به ما. این رفتی پایین اینو گرفتی. این چیه؟ بچه اینی که میگی خیلی مهم و کاربردیه. چیه؟ یکی از بهترین کارتاست. باز کن ببین. اگه از همون اول سر من کارگاه بازی در نمی آوردید من کامل براتون توضیح به میدم. خاطر همین بود من همه سر کار گوشم بودم اونو. همینی که میگی خیلی کارت کاربردیه. مثلا چه کاربردی داره؟ یکی از کاربرداش اینه که وقتی با این کارت خرید کنی همون لحظه یه مقداری از مبلغ به حسابت برمیگرده. این چی؟ یعنی که وقتی با این کارت بری یه جا خرید کنی همون لحظه تا 5% مبلغ به حسابت برمیگرده، چه خریدت حضوری باشه چه آنلاین. بعد همه جا میشه با این خرید کرد؟ بله همه جا میتونه استفاده کنی. کی میتونم بدونم این کارتو داشته باشم؟ منم میخوام. من بچه‌ها میرید تو سوپر اپلیکیشن دیجی پی، تو بخش دیجی کارت مشخصاتتون رو وارد میکنید، 3 الی 5 روزه سریع براتون ارسال میکنه. میشه برای من بزنی؟ میشه برام. من گوشیمو بدم خود. اما قبلش هر موقع یاد گرفتید به حریم خصوصی من احترام بذارید من براتون کار نه این که نمیشه. این نه. کی بیا خواهی